خبرهای رسیده گویا مرادپوز دنبال نیمه گم شدهش میگرده. مرادپوز یکی از خوش‌تیپ‌ترین و خوش‌صداترین خواننده‌های پاپ ترکیه که با حضور در هیئت جوری برنامه اوسس ترکیه مردم بیشتر شناختنش. امروز راجع به مرادپوز ویدیو داریم. دختر و پسرها اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال سلبریت سودا رو همراهی کنید. اگر شما علاقه‌مند به موسیقی پاپ ترکیه هستین به احتمال خیلی زیاد مرادپوز هم جزو لیست علاقه‌مندی هاتونه. مرادپوز یکی از مجردهای پر سر و صدای دنیای موسیقی ترکیه، اظهار نظرهای جدیدش در مورد ازدواج خیلی جالبه. این خواننده 44 ساله پاپ پس از جدایی از آسلی انور بازیگر تو جدیدترین اظهار نظرهاش طرفدارانش رو شوکه کرد. مرادپوز از اون دسته از سلبریتی های جوانه که خود ترکا میگن هیچ کس رو گردن نمیگیره و در عین رابطه داشتن زیر بار روابطش هم نمیره. جدیدترین رابطه هاش هم با همین آسلی انور و آیچه آیشین توران بود که هر دوتاشون رو تکذیب کرد. مرادپوز که چند شب پیش کنسرتی رو در فضای هاربی جمیل برگزار کرد، توضیح داد که زندگی هنریش رو مدیون مادرش هست و این سفر در دنیای موسیقی به لطف مادرش آیشه آغاز شده. مراد بعد از این صحبت‌ها از صحنه خارج شد و دست مادرش رو که در ردیف اول تماشاگر اجرای بی‌نظیر اون بود بوسید و اون رو در آغوش گرفت. مراد گفت مادر من با یک آهنگ منو کشف کرد. اگر اون نبود من وارد این مسیر نمی‌شدم. آهنگی که مادرم من رو با اون کشف کرد آهنگ کیهان اوستا یمین اتیم هست. این آهنگ برای تو هست مامان. و در ادامه این قطعه رو خون. Really remember that day you will. Oh my God, what are you talking about? No. We are not hypnotizing her. We are Come on, telling the girl. truth. جالبه که تورم و گرونی روی مرادپوز هم اثر کرده، چرا که تو اظهارات جدیدش به سختی‌های ساختن و انتشار آلبوم اشاره کرد و گفت تو این دور زمونه به دلیل شرایط اقتصادی ساخت تک آهنگ منطقی تره و دیگه ساخت آلبوم آسون نیست. من قبلا آلبوم ساختم، آیا واقعا قصدش رو دارم که دوباره آلبوم بسازم؟ باید بگم نه. از نظر اقتصادی ساختن تک آهنگ منطقی تره چون همه چیز در کشور گرون شده. Dışarıdan gördüğün gibi değil. از طرفی انتقادهایی هم به رقص و دانسینگ مراد شده که اون در جواب گفته ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم، طبیعتاً که نظرات مختلفه. این هنرمند که در مورد زندگی خصوصیش بسیار صحبت میشه قبل از کنسرت هاربیه در نشست مطبوعاتی حاضر شد. مرادپوز که پس از پایان رابطه طولانی مدتش با آسلی انور نامش مدام درگیر شایعات عشقی بوده، در پاسخ به این سوال که چه زمانی عروسی شما رو خواهیم دید گفت من مخالف ازدواج نیستم اما فقط خواستن نیست، بلکه مسئله مهمتر یافتن شخصیه که زندگی خودت رو با اون سپری بکنی. من قصد ازدواج ندارم مگر اینکه نیمه گم شدم رو پیدا بکنم. من نمیتونم ازدواج بکنم چون صرفاً بچه ها رو دوست دارم، عاشق بچه دار شدن و پدر شدن هستم. منطقی تره که با کسی وقت بگذرونم که بتونم با اون دوست باشم و رفاقت کنم و بچه دار بشم. R&B böyle soul. Ne? Pardon? R&B. Bir daha söyle. R&B. Oh be, bu ne ya? So we're together from now on. Oh my God. Sen bu kadar sitemli. Gelemem kendime ya, gelemem kolay kolay.